این ویدیو شاید هیچ وقت به کارت نیاد، اما اگه بیاد فقط همین سه نشونه است که بین مرگ و زندگی فرق میذاره. اگه تو فضای باز بودی و حس کردی موهای بدنت سیخ میشه یا پوستت گزگز میکنه، این یعنی بار الکتریکی بالای سرت جمع شده. سریع پاها رو جفت کن، چنباتمه بزن و از اجسام فلزی دور شو. چند ثانیه میتونه جونتو نجات بده. اگه لب دریا دیدی آب ناگهانی عقب کشید و زمین خالی شد، این منظره قشنگ نیست، اخطاره. سونامی معمولاً با همین سکوت شروع میشه. همون لحظه فقط بدو سمت بلندی، نه فیلم، نه صدف. توی طبیعت اگه بوی عجیب، تند یا شبیه مواد شیمیایی حس کردی، ممکنه هشدار حضور حیوان سمی یا خطرناک باشه. کنجکاوی نکن. طبیعت قبل از حمله معمولاً هشدار میده. این ویدیو رو برای کسی بفرست که جونش برات مهمه. فکت‌های نجات بخش بیشتری میخوای؟ فیمو سابسکرایب کن و لایک یادت نره.